بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية. اینک درس خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم از ضررهای حزبگرایی بر امتی اسلامی از آن شیخ علامه محدث ابو عبدالرحمن یحیی ابن علی حجوری الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. بعدا شیخ میفرماید: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شد است که او فرمود: افترقت اليهود على 71 فرقه، یعنی یهودی ها به 71 فرقه تقسیم شدند، جدا شدند. وافترقت النصارى على 72 فرقه، و نصرانی ها به 72 فرقه تقسیم شدند. و ستفترق هذه الامه على 73 فرقه، و این امت باشد به 73 فرقه تقسیم خواهد شد. كلها في النار، همی ویها در دوزخند، الا واحده، بجز یکتا. قالوا من هي یا رسول الله، گفتن کدام است همان ای پیغمبر الله، همان فرقه نجات یابنده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من کان مثل ما انا علیه اليوم و اصحابی، کدام انسانی که در آن عقیده باشد که در همان امروز من هستم و اصحابی من هستم. من يرغب عن هذا الخير الا من سفیه نفسه، واقعا از این خیر، از این برکات، از این عقیده سالم، یعنی یگان کسی نیست که از این عقیده سالم دست کشد بجز کسی که خود را بخیرت حسابد و حرم نفسه الرشد، و راه راست را از جان از خودش محروم گردانیده باشد، چون این کس از این عقیده بیگانه است. فهذه العصبية الحزبية الغت ما اراده الله سبحانه وتعالى من الاجتماع والتآخي والتحابب. همین تعصب گرایی و همین حزب گرایی است که آنچه را که الله خواسته است اینها لغو میکنند. الله میخواهد که همه یک جای مسلمان ها جمع شوند و این یکدیگر برادر شوند و این یکدیگر دوستدار شوند، فهمیدید؟ اما این حزب گرایی، این حزب اصحاب اینها نمیخواهند. و هكذا العصبية القومية والحزبية القومية والفكر القومي، همچنین دیگه، یعنی که تعصب گرایی، ملت گرایی، حزب خلقی یا که گویم حزب دیگه محل و فکر قومی. مثلا به بعثی ها نگاه کنید چی میگوید؟ یکی از آیه میگوید که رضیت بالبعث ربا لا شریک له، من راضی هستم به این فرقه بعثی همچون پروردگار بودنش که شریک ندارد، و بالعروبة دین ما له ثانی، و به عرب بودنم که این دین است که دویم چیزی نیست. و دیگر میگوید که لا تسألوا عن ملتی عن مذهبی، از ملت و از مذهبی من نپرسید، انا بعثیون اشتراکیون عربی، من بعثی هستم، اشتراکی هستم، عرب هستم، انا بدبخت دارم. عاقبت حزب گرایی نمیخواد، دین میبرد ملتچی و محل گرایی. شیخ میفرماید که یا ایها الناس، ای مردم، اما تدرکون الفتنه فی هذه الحزبیه، مگر شما حس و درک نمی کنید فتنه را در این حزب گرایی؟ من حصول الضغائن، چخل یعنی که کینه و بعد دارد در این حزب، و من ضیق الصدور، چخل دلتنگی دارد، و من العداوة والبغضاء، یعنی عداوت، بدبینی دارد در این، التي ارادها الشیطان، این الشیطان میخواهد.
إن تفرقتكم هذا من الشيطان، این پراکندگی شما از شیطان است. إن تفرقتكم هذا من الشيطان، این پراکندگی شما از شیطان است. والله امر بالاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله فرموده است که به کتاب و به سنت پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم چنگ بزنید. گفت رحمتا بنا، این نسبت ما مهربانی است. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حث علی ذلك فی سنته. پیغمبر الله در سنت خود امر فرمود که باید به کتاب الله و به سنت او چنگ بزنید. او علیه الصلاة والسلام فرمود که ان الله یأمرکم بثلاث، هر آینه الله شما را به سه چیز امر می‌فرماید. و ینهاکم عن ثلاث، از سه کار، از سه چیز شما را منع می‌کند. یأمرکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا، شما را امر می‌فرماید که او را عبادت کنید و او یگان کس و یگان چیز شریک مقرر نکنید. و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا، و شما را امر می‌فرماید که برای اسمان الله همه یک جای چنگ بزنید، یعنی به قرآن و سنت. ولا تفرقوا، پراکنده نشوید، هر فرقه شما را یعنی که شکار نکند. و ان تناصحوا من والاه امرکم، باید که شما یعنی که خالص باشد، شما خالص باشد نسبت آن کسی که راهبری شما هسته، راهبری دینی دنیوی شما هسته از مسلمانان. زیادت المناصحة فی مسند الامام احمد، با یعنی که نصیحتی با علاوه آمده است در مسند امام احمد. و ینهاکم عن قیل و قال، شما را الله منع کرده است از سخنهای بیفایده بی معنی و کثرت سؤال و سوالهای بسیار و اضاعت المال و بیهوده صرف کردن مال. چخیلی که این حزبی ها مالشونه، پول و پیسشونه چیکار میکنن؟ بیهوده صرف میکنن. امتثلوا امر الله، امر الله را اطاعت بکنید، و امر رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، امر پیغمبرش اطاعت کنید. فقد رأينا ورأيتم النكد والتعاس والبغضاء والشحناء والفرقة والفتنة بين المسلمين. واقعا ما دیده شدیم، شما هم دیده شدید چقدر شر و چقدر یعنی که نصیبی بدبینی، کینه، پراکندگی، فتنه در بین مسلمان ها. کما اخبر الله سبحانه، چخلی که در این مورد الله سبحانه و تعالی خبر داده است که والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کسانی که کافر هستند و اینها دوستار یکدیگرند. الا تفعلوه تکن فتنه، یعنی اگر شما با مؤمنها دوستی و با کافرها قطع مناسبت نکنید، تکون فتنه می شود، یعنی اختلاط می شود بین یعنی که مؤمن و کافرها آمیختگی می شود در روی زمین. و فساد کبیر، فسادی کلان روی می دهد، هم فساد در دین می شود هم فساد در دنیا. و انتم ان لم تکونوا بعضکم اولیاء بعض، و شما نیز دوستار یکدیگر نباشید ای مسلمان ها. تکون فتنه فی الارض، فتنه می شود در روی زمین. و فساد کبیر، فسادی کلان می شود، ویرانی می شود، ویرانی در دین، ویرانی در دنیا می شود. فلیحذر امرؤ علی نفسه، هر یک انسان به خودش باید که خوف ببرد، بترسد. ولا یکن متأسیا به ابلیس، نباید که اقتدا با ابلیس کند. ولا كذلك بالجاهلیه، نباید که شخص به دوران جاهلیت اقتدا بکند. ولا بآزر، نبا آزر پدر ابراهیم. ولا بأبی طالب، نبا ابو طالب پیرو باشد. ولا يضعف عنده جانب الولاء والبراء، و نباید که در نزد او پهلوی دوستی در اسلام و دشمنی در اسلام ضعیف باشد. فإن هذا يدل على ضعف الإيمان، این دلالت به ضعیفی ایمان میکند، این دلالت به ضعیف ایمان میکند. و یجب علی المسلم ان یتقی الله، و مسلمان واجب است که از الله تقوا بکند.
وما حصلت قصة جنكيز خان وهولاكو تسلط التتار على المسلمين إلا بسبب تعصب الرافضة. اون قصه که روی داد از جانبی مثلا چنگیز خان و دیگر، یعنی دیگر بدبختایی که هجوم کردن به امتی اسلام هولاکو و یعنی که مغول ها به مسلمان ها هجوم کردنشان فقط به سبب تعصبگرایی همین رافضی ها، شیعه ها و تحزب الرافضه مع فکرهم الباطل اليهودی و فکر باطل یهودی و ها یک جای شدنی همین رافضی هاست. فإن اصل فکرهم یهودی، چونکه اصل فکر و اندیشه این رافضی ها یهودی هست. ولهذا نصر الكفار، برای خاطر همین است دایم هر جا که علیه اهل سنت جنگ و جدال است از جانب کافرها اینها یک جای میشن برای ضربه اسلام و مسلمین. و رجعوا الى فکرهم علی المسلمین، به فکر پیشینی خود برمیگردند با مقابل مسلمان ها. شیخ الاسلام ابن تیمیه الله رحمتش گفته است که مختصم خصمان فی ربهم الا كان الرافضه ضد الاسلام. کدام هر دو جا که درباره پروردگارشان جنگ و جدال هسته بین دو کس، حتما یعنی که میبینه که در درون اونها رافضی ضد اسلام است. هذا والله نصح لله، قسم با الله این همچون نصیحت است برای الله و برای پیغمبر او، وللمؤمنین برای مؤمنها نصیحت است. ان یتقوا الله، باید که از الله تقوا بکنند. و یتخلصوا من الحزبیه، باید که یعنی که از حزبگرایی دست بکشند. تخلصوا من هذا الاثم الموبق، باید که شما دست بکشید از این گناه هلاکت آور حزبگرایی. و من قد ابتلي بالحزبیه فلا يجمع الى الحزبیه الجور وعدم العدل على حساب حزبیته، یعنی کسی به این حزبگرایی مبتلا است فلا یجمع الى حزبیت الجور، نباید که یعنی که به این خب چی فلا یجمع الى الحزبیت، نباید که یک جای شود به این یعنی که چی حزبگرایی ظلم و ناعدالتی به حساب، یعنی که هر کس موافق به همون حزبگرایی خودش ظلم و ستم دارد. الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، الله امر می فرماید به عدالت کردن و به احسان کردن و ایتاء ذی القربى و به حق خویشاوند دادن امر میکند. و ینهی عن الفحشاء والمنکر، از کارهای منکر فحش ناجویی الله منع میکند. و نیز سبحانه و تعالی میفرماید که و اذا قلتم فعدلوا، وقتی که شما گفتنی شوید عادل بکنید. ولو كان على ذا قربى، گرچه که همون حق شما به مقابل خویشاوندتون باشد. و بعهد الله اوفوا، و به عهد الله وفا کنید. و یقول سبحانه و تعالی فی کتابه الکریم، الله سبحانه و تعالی در کتاب کریمش فرموده است یا ایها الذین آمنوا، کسانی که شما ایمان آوردید، کونوا قوامین بالقسط، شما بر پادارنده عدالت باشید. شهداء لله، به خاطر الله شاهد شوید در هر یک کار. ولو علی انفسکم، گرچه که به مقابل خودتان باشد این حق عدالت. او الوالدین والاقربین، یا که مثلا به مقابل گرچه این حق به مقابل والدین باشد، خویشاوندان باشد. این یکون غنیا او فقیرا، اگر یعنی که بای باشد یا که کم بغل باشد، فالله اولی بهما، الله آنها را به عهده گرفته است. فلا تتبعوا الهوى، پیرو از خواهشات نفس مشوید. ان تعدلوا، به خاطر اون که عدالت میکنم گفته. و این تلووا، یعنی اگر شما میل بکنید، او تعرضوا، یا که شما اگر سرپیچی کنید، فان الله کان بما تعملون خبیرا، الله نسبت
نسبتی کارهای شما، اعمال شما خبردار است. الله خبیر. و ما من ید الا ید الله فوقها، یگان دست نیست مگر دست الله از اون دست بالا است. ولا ظالم الا سیبلی، یا که سیبلا بظالم، هیچ ظالم نیست مگر اینکه با دیگر ظالم الله سبحانه و تعالی وی را مبتلا میکند. یعنی کسی که ظلم کند الله سبحانه و تعالی، یعنی کسی نسبتی خلق الله، نسبتی مؤمنها بالخصوص اگر ظلم کند الله سبحانه و تعالی در سر او با دیگر ظالم می آورد که وی ظلم میکند. چه خیلی که دیده شده ایسا بارک الله فیکم، چه خیلی که دیده ایسا دیم بین مسلمان ها، کسی که ظلم کرده است الله سبحانه و تعالی در سر او با یک ظالم دیگر آورده است. الله المستعان. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.